بسیار آدم ها قارون غریبای هم نه که کهری هم پیاله چایشون یک از دیگه نیست، درشون یک از دیگه نیست، نان دادن و جان دادن برابره. این اینقدر دیل در کاره که براری یتیم خونه بودی، بیوزن خونه بودی، برای اسوال کنی، فیرات کنی، بگوی چی مشکلی داری؟ رفتم سر قبر شاه یمن، دست برآورد و داد بر من یک کفن، گفتا از این سخاوتم شرم مدار، از مال جهان همین مانده است بر او اپارتمان ها و ویلا و دوما و اون ماشین های فری سیستم و مگزینه و تیله و تنگه همه چی میشود؟ میمونه مرگ ناگهان. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بیننده عزیز و گرامی، چنانه در برنامه منبر مهاجر برایتان یک تحلیل کوتاه در مورد سفر هیئت تاجیکستان به تهران کمی صحبت نمودم و چنانه وعده دادم که در این مورد یک مطلبی مفصل و برنامه مخصوص تقدیمتان می نماییم و امروز هم آن مطلب و این برنامه را تقدیم می نماییم زیر عنوان سفر توبه و ندامت به تهران پس پرده دیدار حسن اسدالله زاده با بابک زنجانی. تحقیقات اصلاح. سفر اخیر یک هیئت بلندپایه تاجیکستان به ایران در خبرهای رسمی همچون سفر اقتصادی، انرژی و تجارتی معرفی شد، اما معلوماتی که ما از منبع‌های داخلی و افرادی که از جزئیات این سفر آگاهند دریافت کردیم نشان می‌دهد که پشت برنامه رسمی این هیئت مسئله دیگر نیز قرار داشته است: پرونده کهنه بابک زنجانی و میلیاردها دلاری که سالها باز نام تاجیکستان در کنار آن ذکر می شود. این معلومات بیننده گرامی وقت اهمیت بیشتر پیدا می کند که خودی بابک زنجانی بعد ملاقات با هیئت تاجیکستان پرده را تا اندازه کنار زد. او نوشت: دیروز جمع از مهمانان دعوت شده از تاجیکستان از جمله وزیر نقلیات، وزیر راه آهن، وزیر انرژی، مسئولان بانکی و خانواده محترم رئیس جمهور محترم تاجیکستان مهمان ما در ایران بودند. زنجانی همچنین اعلان کرد که مهمانان تاجیک برای او مدال افتخاری و عکس نقاشی شده اش را به هدیه آوردند. رادیوی آزادی نیز حضور عظیم ابراهیم وزیر نقلیات، حسن اسدالله زاده رئیس آریان بانک و برادر عروس امام علی رحمان فروخ شریف زاده معاون وزیر کارهای خارجی و دیگران را در هیئت تصدیق کرده است. خبرگزاری دولتی ایران ایرنا نیز سفر هیئت بلندپایه تاجیکستان را تصدیق کرده نوشته است که در جمعه عظیم ابراهیم فروخ شریف زاده و گروه از صاحبکاران با وزیر کارهای خارجی ایران عباس عراقچی ملاقات کردند. پیش از آن هیئت با وزیر نفت ایران محسن پاک نژاد درباره همکاری‌های انرژی گفت و شنید داشت. پس سفر رسمی و مذاکرات نفتی جای بحث ندارد، اما آنچه در پس این سفر رسمی گذشته است قسمت مهمتری ماجراست. بیننده گرامی، چرا حسن اسدالله زاده محض در میان وزیران و دیپلمات‌ها حضور حسن اسدالله زاده مخصوصا جلب توجه می‌کند؟ او وزیر نفت نیست، وزیر انرژی نیست، وزیر نقلیات هم نیست. بله، حسن اسدالله زاده رئیس آریان بانک و برادر عروس امام علی رحمان است و محض او در ملاقات با بابک زنجانی حضور پیدا می‌کند، شخصی که نام او بیش از 10 سال با بحث میلیاردها دلار و تاجیکستان پیوسته است. حضور اسدالله زاده در هیئت را رادیوی آزادی نیز تصدیق کرده است. با اطلاع منبع‌های داخلی ما مسئله بابک زنجانی جزء مهم پشت پرده این سفر بوده است و قسمی رسمی سفر دولتی همزمان امکان داده است که این ملاقات در چارچوب یک سفر بزرگ اقتصادی انجام شود. یعنی آنچه جامعه دید وزیران، مذاکرات نفتی، انرژی و نقلیات بود. اما آنچه در پس پرده قرار داشت حل یک بحث بسیار کهنه مالی نیز بوده است. 2.5 میلیارد دلار، بحثی که هیچگاه تمام نشد. پرونده بابک زنجانی یک بحث عادی تجارتی نیست. در ایران مقامات گوناگون حجم قرض او را در 10 سالهای گذشته با رقمهای اندک مختلف اعلان کردند. تقریبا 2 میلیارد و 350 میلیون یورو، 2 میلیارد و 600 میلیون یورو، 2.8 یعنی که 2 میلیارد و 800 میلیون یورو،
یعنی با رقم‌های نزدیک به این ایرنا سال 2014 این اختلاف رقم‌ها را جمع بست کرده بود. از این رو بیننده گرامی رقم معروف 2.5 میلیارد دلار بیشتر به شکل عمومی برای توصیف حجم بحث استفاده شده است و رقم دقیق در منابع گوناگون یکسان و یک شکل نیستند. اما رابطه مالی خود زنجانی با تاجیکستان تخمین نیست. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا هنوز 11 اپریل سال 2013 رسما ثبت کرده بود که شرکت کانت کازمتیک که به بابک زنجانی تعلق داشت سال 2011 کانت اینوستمنت بانک در تاجیکستان را خریداری کرده است. سراغ اداره آن هم در شهر دوشنبه کوچه بخارا 43 نشان داده شده است که این از United States Department of the Treasury نشر شده است که می توانید آن را بخوانید و ببینید. یعنی زنجانی در تاجیکستان تنها مهمان یا صاحبکار تصادفی نبود. او در این کشور ساختار بانکی و تجارتی داشت. رادیوی آزادی نیز می نویسد که مقامات ایرانی در گذشته گفته بودند زنجانی از 500 تا 600 میلیون دلار در تاجیکستان سرمایه گذاری کرده است و سرنوشت بخشی از دارایی‌های او تا حال روشن نیست. این از زمینه که ملاقات امروزه حسن اسدالله زاده و بابک زنجانی را از یک دیدار عادی فرق می کند. منبع‌های ما مسئله پول در مذاکرات بوده است میگویند. طبق معلوماتی که ما از داخل این سفر دریافت کردیم از آن هیئت مسئله مبلغ‌های زنجانی و راه حل کردن بحث کهنه در گفتگوها مطرح شده است. منبع‌های ما میگویند دوشنبه امروز با بهبود مناسبت با تهران و به خصوص به همکاری ایران در بخش سوزشواری و انرژی نیاز دارد. مذاکرات رسمی هیئت نیز همین نیاز را تصدیق می‌کند. جانب تاجیکستان با مقامات ایران مسئله گسترش همکاری انرژی را در سطح بلند بررسی کرده است. با اطلاع منبع‌های ما در چنین شرایط بستن بحث زنجانی به یکی از شرط‌های مهم برقرار کردن اعتماد کامل تبدیل یافته است. منبع‌های اصلاح همچنین میگویند که در این سفر مسئله برگردانی بخشی از مبلغ‌های مورد بحث و ادامه تسویه آن در آینده مطرح بوده است. این قسم معلومات از صحبت مستقیم ما با افراد گرفته شده است که از جریان سفر اطلاع کامل داشتند. اما رفتار خود زنجانی بعد ملاقات نیز قابل توجه است. او نه تنها هیئت تاجیکستان را با گرمی پیشواز گرفت بلکه هدیه‌های از دوشنبه آورده شده را مخصوص به نمایش گذاشت که حتما زیر کاسه نیم کاسه است. مدال و پورترت برای چی؟ بیاید بیننده گرامی همین صحنه را تصور کنیم. از دوشنبه برای بابک زنجانی پورترت میکشند، آن را با خود به تهران میبرند. مدال افتخاری نیز همراه آن هست و این هدیه ها را هیئتی میبرد که در آن وزیران تاجیکستان و حسن اسدالله زاده حضور دارند. خود زنجانی بعدا این حادثه را آشکار میکند و میگوید که این هدیه ها برای او بسیار با ارزش بودند. این واقعه را او آشکارا در صفحه خود در اینترنت نشر کرده است. همین جاست بیننده گرامی که این هدیه دیگر تنها هدیه نیست، این یک نوع اظهار توبه و ندامت و عذر بسیار کلان و بدتر از گناه است. خوب بیننده گرامی شاهد هستید که بابک زنجانی را یعنی که حکم به اعدام کردن هم مصیبت ها و مشکلات براش آوردند ولی صدای از تاجیکستان نبرآمد و دقیقاً این روزها وقتی وضعیت سوزشواری مشکل شد باید اون پول‌هایی که گرفته بودند باید بتیانش به شکلی اگر که نتیان چگونه تاجیکستان از ایران خریداری و دولت این کار میکند. بله بیننده گرامی، با توجه به معلوماتی که از منبع‌های داخلی خود گرفتیم این رفتار را میتوان همچون نشانه آشتی و تلاش برای بستن یک بحث بسیار سنگینی گذشته خواند. در دیپلماتیا و مناسبت‌های خصوصی سطح بالا نه همه پیام ها در کاغذ رسمی نوشته می شوند. گاه خود طرز استقبال، هدیه، هیئت فرستاده شده و شخصی که برای مذاکرات انتخاب می شود این خود یک پیام است و اینجا پیام خیلی روشن می نماید. دوشنبه می خواهد پرونده زنجانی را از سر راه بردارد و با تهران به مرحله نوی همکاری وارد شود. خب این همه چی معنا دارد؟ این معنایش این است که ما غلط کردیم، ما پشیمانیم که پولهای تو را ندادیم و اگر نشه را از دوشنبه عکس نقاشی بابک زنجانی را کشیده و ساخته و در سمالیات بار کرده و تهران می آورند و حسن میانش را دو خط کرده
تقدیمش میکند. این را هم بیننده گرامی اگر بابک میگفت که رسم برگزاری اعطای عکس منقش در منزل زیستی وی اتفاق افتاده است و یا در کدام اتاق وزارتخانه در تهران، باز هم جالبتر میشد. این معنای دیگرش این است که بله ما پولت را دزدیده بودیم ولی اکنون برگردوندیم و شما التماس به ما بنزین و سلیارکه یاردم کنید و نفت یاردم کنید، چون که ما دیگر حالمون تباه است، روسیه دیگر نمیدهد. ببینید که برای منفعت خود و قدرتش چه کارهای کثیف و خبیثی را اجرا میکند و با سرنوشت ملت و دولت چگونه بازی میکند و آبروی دولت را چگونه پایین می آورد. خلاصه بابک زنجانی با نشر این پاس در تلگرام کانال خود دست دزدی را رو کرد و نشان داد که وی راست گفته بود که رحمانوف 2.5 میلیارد او را دزدیده است. ولی کار خدا را ببینید که بعد چند سال همه چی را آشکار کرد. چرا حالا؟ این سوال از همه مهمتر از بیننده گرامی. چرا بعد این همه سال؟ چرا محض حالا حسن اسدالله زاده رو برای بابک زنجانی می نشیند؟ چرا محض حالا پورترت و مدال می برند؟ و چرا محض در همان سفر تاجیکستان از ایران نفت سوزشواری و گسترش همکاری انرژی می خواهد؟ به اطلاع منبع‌های ما پاسخ را باید در نیاز امروزه دوشنبه به تهران جست. راهبریتی تاجیکستان می‌خواهد مناسبت سیاسی و اقتصادی خود را با ایران تا حد امکان بهتر کند و از امکانیت‌های این کشور در بخش انرژی، نقلیات و تجارت استفاده برد. از طرف دیگر نمیتوان از تهران همکاری استراتژی نو طلب کرد، ولی بحث چند میلیارد دلاری گذشته با یکی از مهمترین افراد این پرونده باز باقی ماند. از همین جاست که مسئله زنجانی دوباره اهمیت پیدا میکند. آیا حزب نهضت اسلامی تاجیکستان سبب اصلی سردی مناسبت ها بود؟ سالها به جامعه تاجیکستان چنین تصویر داده میشد که یکی از سببهای اصلی بحران مناسبت های دوشنبه و تهران مسئله حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و حضور رهبریت آن در ایران بود. این عامل واقعا در تنش‌های سیاسی نقش داشت. بله بیننده گرامی، اما تاریخ پرونده زنجانی نشان می‌دهد که بحث مالی پیشتر از اوج ماجرای حمید وجود داشت. کانت اینوستمنت بانک زنجانی هنوز سال 2011 در تاجیکستان فعال بود و وزارت خزانه‌دار ایالات متحده آمریکا سال 2013 رابطه آن را با شبکه زنجانی رسما ثبت کرده بود، چنانچه که آمده است در United States Department of the Treasury. از این رو معلومات منبع‌های ما تصویر دیگری را پیش می‌گذارد. ماجرای زنجانی یکی از مسائل‌های بسیار جدی پس پردگی روابط دوشنبه و تهران بوده است و بحث‌های سیاسی بعداً به علاوه شده‌اند. این معنا ندارد که مسئله هنید تماما ساخته بود، اما معنایش این است که مناسبت‌های دو کشور از یک بحث بزرگ مالی نیز آسیب دیده بودند. سفر دولتی و رسالتی دیگر. با اطلاع منبع‌های اصلاح، اگر تنها مسئله خصوصی زنجانی مطرح می بود، امکان داشت حسن اسدالله زاده یا شخص دیگری مسئول علیحده به ایران روند. اما وارد کردن این ملاقات به چارچوب یک سفر بلندپایه دولتی دو وظیفه را اجرا میکرد. از یک طرف مذاکرات انرژی و تجارتی انجام میشد، از طرف دیگر بحث کهنه زنجانی در سطح بررسی میشد که وزن سیاسی و دولتی داشت. از همین نظر منبع‌های اصلاح این سفر را تنها سفر اقتصادی نمیدانند. آنها آن را سفر آشتی و تصفیه حساب‌های گذشته نیز توصیف می‌کنند. 500-600 میلیون دلار سرمایه کجا شد؟ سال 2015 حسن دهدشتی، عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی، در پارلمان ایران گفته بود طبق معلوماتی که آنها جمع‌آوری کردند، زنجانی تقریباً 500 تا 600 میلیون دلار در تاجیکستان سرمایه گذاری کرده است. او همچنین اظهار کرده بود که ممکن است قسمی از دارایی‌های وابسته به زنجانی به نام افراد دیگر از جمله اشخاص با نفوذ ثبت شده باشد. این معلومات بعداً به گفته او با مقامات قضایی ایران پیشنهاد شده است. اینجا باید با دقیقی تاکید کرد که این سخن ادعای یک مقام ایرانی است. منبع‌های کشاده حکم دادگاه را نشان نمی‌دهند که ثابت کرده باشند 500-600 میلیون دلار شخصا امام علی رحمان یا حسن اسدالله زاده تصرف کردند. اما خود موجودیت چنین ادعا در سطح عضو پارلمان ایران و پیگیری رسمی پرونده یک واقعیت تاریخی است. پاستی که پرده را کمی کنار زد. شاید اگر بابک زنجانی خودش عکس‌ها و جزئیات ملاقات را نشر نمی‌کرد، این بخش سفر به همین اندازه مورد توجه قرار نمی‌گرفت. اما او خودش گفت که هیئت تاجیکستان
مهمانی او بود. خودش از حضور اعضای خانواده رئیس جمهور یاد کرد، خودش هدیه های آورده شده را نشان داد، خودش از مدال و پورترتش گفت و همین نوشته یک سوال کهنه را دوباره به مرکز توجه آورد. میان بابک زنجانی و مقامات تاجیکستان در این سالها واقعا چه حساب باقی مانده بود؟ تحقیقات ما بر اساس اطلاع منبع‌های داخلی نشان می‌دهد که بحث مبلغ‌ها از بین نرفته بود و سفر اخیر یکی از مرحله‌های تلاش برای حل کردن آن بوده است. خب بیننده گرامی، این معلوم است که دیگر بابک زنجانی به شکل برای جهانیان به نمایش گذاشت که یعنی انا همین قضیه من را که اتهام به پولشویی و پولدزدی کرد و حکم به اعدام حتی صادر شد، ولی ببینید که همه پولهای من در دست عائله امام علی رحمانوف است. یعنی این یک ادعای خیلی با این عکس نشان داد که انا همین بحث ادامه دارد. توبه و ندامت معنای سیاسی سفر. اگر این سفر را تنها با زبان پروتکل بخوانیم، آن سفر هیئت اقتصادی تاجیکستان به ایران است. اما اگر آن را در کنار تاریخ زنجانی، میلیاردهای بحث برانگیز، فعالیت بانکی او در دوشنبه، حضور حسن اسدالله زاده، ملاقات خصوصی، مدال، پورترت و معلومات منبع‌های داخلی ما گذاریم، تصویر دیگری پیدا می شود. از همین نظر می توان آن را سفر توبه و ندامت سیاسی و تلاش برای آشتی با یک پرونده کهنه نامید. نه به این معنا که یگان سند رسمی عذرخواهی امام علی رحمان امضا شده است، بلکه به این معنا که موافق معلومات منبع‌های اصلاح نمایندگان نزدیک ساختار حاکمیت برای بستن بحث رفتند که سالها با مناسبت دوشنبه و تهران سایه انداخته بود. و از همه رمزی تر این است که امروز شخصی که سالها در مرکز این بحث قرار داشت نه همچون دشمن بلکه همچون میزبان ایستاده است و مهمانی تاجیکستان برای او پورترت و مدالی افتخاری میبرند. اکنون خلاصه این مطلب و برنامه: بابک زنجانی یک شخص تصادفی در تاریخ اقتصادی تاجیکستان و ایران نیست. بیننده گرامی، سندهای رسمی بین المللی موجودیت بانکی وابسته به شبکه او در دوشنبه از سال 2011 را تصدیق میکند. چنانه که در یونایتد استیت دپارتمنت آمده است، مقامات ایران سالها درباره میلیاردها دلار قرض زنجانی بحث کردند و رقم‌های نزدیک به 2.8 میلیارد دلار یا 2.6 میلیارد یورو در اظهارات‌های مختلف چنین آمده است که ایرنا ذکرش کرده است. رسانه‌ها از صدها میلیون دلار سرمایه گذاری زنجانی در تاجیکستان و ناروشن ماندن سرنوشت دارایی‌های او خبر دادند. و امروز بعد بیش از 10 سال حسن اسدالله زاده در هیئت بلند پایه تاجیکستان با همین بابک زنجانی ملاقات میکند و برای او از دوشنبه مدال و پورترت میبرند. با اطلاع منبع‌های داخلی تحقیقات ما، این ملاقات تنها ملاقات دوستانه نبود. بحث مبلغ‌های گذشته و راه تصفیه آن نیز یکی از موضوعهای اصلی پس پردگی سفر بوده است. همین از جهتی که حکومت تاجیکستان تا امروز برای جامعه شرح نداده است. اگر این معلومات نادرست باشد، راه رد کردن آن آسان است. مقامات تاجیکستان می توانند آشکار کنند که حسن اسدالله زاده با بابک زنجانی درباره چی صحبت کرد، مدال را کدام نهاد داد، پورترت را کی فرمایش داد و مسئله دارایی‌های زنجانی در تاجیکستان امروز در چی وضع قرار دارد. تا آن زمان سفر تهران تنها با چند عکس دیپلماتی و خبر درباره نفت شرح داده نمی شود. زیرا در پس این عکس ها یک پرونده چند میلیارد دلاری ایستاده است که بعدی بیش از 10 سال باز بابک زنجانی و نزدیکان امام علی رحمان را سر یک میز آورده است. دقیقاً همان حادثه انساله که در لندن گذشته بود و تاجیکستان با انسال میروای امضا کرده بود. اگر در یادتان باشد، دقیقاً همان حادثه است ولی با شکلی دیگر. و در آخر بستن قرارداد برای خرید محصولات آماده نفتی، بنزین و سلیرکه و نفت خام، یقینا برای کارخانه تولیدی نفت در نقره. پیش از همه شریک استراتژی تاجیکستان روسیه را نگران کرده است. اینترفاکس خبرگزاری روسی مثل که از درون این ملاقات می نویسد: Душанбе запросил у Тегерана около 2,6 миллиона тонн топлива, включая 2 миллиона тонн нефти Москва. 18 августа. Interfax.ru. Министр транспорта Таджикистана Азим Ибрахим обсудил с министром дорог и градостроительства Ирана Фарзоной Содик импорт из исламской
Исламской Республики 2,55 миллиона тонн горючих материалов, включая 2 миллиона тонн сырой нефти, 150 тысяч тонн бензина, 300 тысяч тонн дизельного топлива и 100 тысяч тонн авиакеросина. Как сообщает пресс-центр Минтранса Таджикистана, в частности, стороны рассмотрели вопросы транспортного и логистического сотрудничества, грузоперевозок, транзита и поставок топлива, в том числе организацию поставок нефтепродуктов и сырой нефти из Ирана в Таджикистан. Геополитическая ситуация в мире привела к сокращению импорта горючего в Республику Таджикистан. Более 80% горючего ранее поступало в Таджикистан из России, цитирует пресс-центр Ибрахима. По его словам, общий объем запрошенного у Ирана топлива составляет 2,55 миллиона тонн, или около 51 тысячи железнодорожных вагонов. Ибрахим предложил иранской стороне организовать специализированные составы из вагонов-цистерн для перевозки топлива, а также создать специальный режим с зеленым коридором для вагонов с горючим для Таджикистана при их следовании по железнодорожной сети Ирана. Кроме того, таджикская сторона предложила предоставить льготы в рамках концессионного соглашения по строительству и эксплуатации логистического центра Таджикистан в иранском порту Чабахар. Стороны также обсудили вопросы автомобильных перевозок таджикского транспорта по территории Ирана, предоставление скидок на наземные и навигационные услуги и топливо в аэропортах Ирана, а также страхование рейсов таджикской авиакомпании Somon Air иранскими страховыми компаниями. По данным Минтранса, за 6 месяцев 2026 года между Таджикистаном и Ираном было перевезено 432,79 тысячи тонн грузов, что на 117,5% больше показателя за аналогичный период 2025 года. Из этого объема 333 924 тонны пришлось на железнодорожный транспорт и 98 866 тонн на автомобильный. Ибрахим отметил, что сейчас объем обмена нефтепродуктами между двумя странами составляет около 800 тысяч тонн в год. При решении существующих вопросов, запуске новых логистических механизмов и привлечении транзитных возможностей соседних стран, этот показатель может вырасти в несколько раз. Стороны обсудили создание нового логистического коридора Иран, Афганистан, Таджикистан, Китай, включая проект строительства железной дороги. По словам Ибрахима, реализация этого маршрута может сократить расстояние доставки грузов примерно на 2000 километров и время в пути до 10 дней по сравнению с рядом существующих морских маршрутов. СОДИК, в свою очередь, выразила готовность содействовать решению обозначенных вопросов, в том числе посредством координации межведомственных рабочих групп и поддержки совместных проектов. 4 августа иранской стороне дипломатическим путем был представлен окончательный проект «Холдинг Азия Групп Таджикистан» по созданию логистического центра Таджикистан в порту Чабахар. В январе 2025 года в ходе государственного визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Таджикистан были подписаны 23 документа о двустороннем сотрудничестве. В частности, стороны подписали программу сотрудничества в развитии транзита грузов через порт Чабахар. بله بیننده گرامی، اگر آنچه که در این برنامه عملی و تطبیق شود، در حقیقت تاجیکستان از وابستگی سخت روسیه خیلی هم خلاص می شود. البته اگر که مداوم باشد، نه برای سال، ولی از طرف دیگر ایران که تحت سانکسیون بین المللی قرار دارد، انتقال این همه حجم بزرگ بیش از 50,000 واگن از قلمرو کشورهای همسایه برای تاجیکستان کار آسان و راحت نیست و این مسئله نمیتواند به راحتی به دست بیاید. خوب دیگر میبینیم که نتیجه و وضعیت و حالت به کدام شکل عوض و تغییر مییابد. خوب دیگر وقت داوری خوب است. بله بیننده گرامی، این بود برنامه امروز ما. در گذاشتن لایک ها و انتشار این برنامه ما را همراهی نمایید. با شما بود محمد اقبال صدرالدین. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.